من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صدق الله العظيم. سوره مبارکه اعراف از سوره های مکی قرآن مجید هست که در مکه یعنی قبل از هجرت نازل شد و مباحثی که در این سوره بیان میشه بیشتر مباحث اعتقادی هستند، مباحث ایمانی هستند و مباحثی هستند که با ایمان ما، اعتقاد ما سر و کار دارند. لذا اول این سوره مبارکه را برای ترجمه و تفسیر این بخش انتخاب کردیم و بعداً ان شاء الله بعضی از سوره های مدنی. اما از آن جایی که همه سوره های قرآن مجید با هم دیگر مرتبطند، ربط دارند، مناسبت دارند، ابتدا برای طلاب عزیز ربط این سوره را با سوره گذشته عرض می کنم و ذکر می کنم که قبل از این سوره انعام و سوره مائده، دو تا سوره که در اون سوره ها رد شرک فعلی و شرک اعتقادی با دلائل و براهین بیان شده. در این دو سوره، در سوره مائده رد شرک فعلی و در سوره انعام رد شرک اعتقادی بیان شده. حال در سوره اعراف الله عزوجل می فرماید که اون موضوع را، موضوع توحید را و رد شرک را با تمام قوا، با تمام قدرت، بدون اینکه بر شما فشاری بیاد، شما بیان کن و به مردم برسان. این مناسبت سوره هست و سوره آغاز میشه با الف لام میم صاد که این از حروف مقطعات است. مفسران میگویند که الله بهتر میدانند مراد اینها چیه.
اینها امتحان الهی هستند که برای ما اینها گذاشته شده اند و ما فقط باید بگیم به اینها ایمان داریم. قبلا مثالی عرض کردم، مثل این میماند که خیلی از اعمال را ما انجام میدهیم، فلسفه را میدونیم چرا ما انجام میدهیم، ما میدونیم چرا نماز میخوانیم، چرا سجده میکنیم رب را، چون که تذلل خودمون را و فروتنی خودمون را، خشوع و خضوع خودمون را به بارگاه رب العالمین عرضه میکنیم. میدونیم چرا روزه میگیریم. روزه میگیریم به دلیل اینکه همونطور که جسم ما نیاز به غذا دارد، روح ما، معنویت ما نیاز به غذا دارد، معنویت و ایمان را تقویت کنیم، از حال گرسنگان با خبر باشیم و فلسفه های دیگر. زکات میدهیم، میدونیم به خاطر چی هست. خیلی از فلسفه هایش مشخصه، علما نوشتند به خاطر اینکه به بینواها رسیدگی بشه، به خاطر اینکه اقتصاد یک جامعه تعادل داشته باشه، فقط یک گروهی داشته باشند شکمشون سیر باشه و یک گروهی گرسنه باشند نیست، بلکه باید به همه برسیم. این فلسفه زکات. اما خیلی از احکام هستند که ما نمیدونیم چرا انجام میدهیم. مثلا عرض کردم بین صفا و مروه یک حدی هست که باید اولا بین دو کوه باید 7 بار بریم در حج، در عمره، بعد یک مسیر باید بدویم. خب فلسفه چیه نمیدونیم، لازم نیست همه چیز را بدونیم، هرچی که الله گفته انجام میدیم. یا در 3 شوط اول طواف خانه کعبه ما دستور داریم که با رمل بریم، یه حالتی به شانه هایمون بدیم که با قلدری به اصطلاح اونجا طواف کنیم. خب این حکمتش چیه؟ فلسفهش چیه؟ امروز فلسفهش چیه؟ ما نمیدونیم، دستور الله است، به جا می آوریم. لذا خیلی از چیزها هستند، افعال هستند که انجام میدیم میدونیم یعنی چه، خیلی ها را انجام میدیم نمیدونیم یعنی چه. اقوال همچنین، خیلی از اقوال هستند میخوانیم میدونیم یعنی چه. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، میدونیم یعنی چه. اما خیلی از اقوال هستند که نمیدونیم یعنی چه. الف لام میم صاد یعنی چه؟ الله اعلم بمراده، الله بهتر میدوند، ما فقط به اینها ایمان داریم. بعضی معتقدند که اینها حروفی هستند که بیشتر در سوره های مکی هستند، در سوره های مدنی نیستند، چون در مکه میدان مبارزه بود، مبارزه فصاحت و بلاغت، مبارزه اینکه چه کسی زیباتر سخن میگوید، چه کسی کلامی میگوید که دیگری نمیتواند مثل اون کلام بیاورد. لذا الله تعالی در ابتدا حروف را شمرده میگوید، الف لام میم صاد. معنیش اینه که ای مشرکان، این کلام از اون حروفی تشکیل شده که شما کلماتتون را از همین حروف تشکیل میدهید. شما وقتی که جمله میگویید، جمله شما از الف و با و لام و میم و صاد تشکیل شده، پس چرا شما نمیتونید مثل این کلام بیاورید؟ پس این دلیل هست که این کلام کلام خداست، این کلام از جانب الله هست. والله اعلم. بعضی فلسفه های دیگه هم ذکر کردند، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من. کتاب ای هذا کتاب، این کتابی هست، این قرآن یا این سوره، انزل الیک، به سوی تو فرو فرستاده شده، نازل شده ای رسول مکرم صلی الله علیه و سلم. لذا در تبلیغ دین خدا و در تبلیغ توحید خدا در دلت تنگی راه مده. فلا یکن فی صدرک حرج من، در سینه‌ات از این تنگی نباشد. چرا تنگی هست؟ چون این کلام ثقیلی هست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این
کلام ثقیلی هست، سنگین هست، وزنش زیاد هست، اما در رسوندن به مردم، در تبلیغ به مردم کوتاهی نشان نده. فلا یکن فی صدرک حرج من، در دلت از این حرج نباشد، از این تنگی نباشد و مسئله را، دین را، توحید را آشکارا، علنی، شفاف به مردم برسان. چرا برسان؟ حکمت رسوندن، حکمت بیان رسول الله برای ما چی هست؟ الله می فرماید لتنذر به، تاکه به وسیله این کلام بترسانی. پس ما امت، ما شنوندگان، ما مخاطبان باید بترسیم. قرآن آمده نه تنها برای این که برای ما دم کنند و ما سردردمون خوب باشه، برای ما بخونند و جان دادن ما، یاسین بخونند جان دادن ما آسان بشه، برای ما بخونند تا ثوابی به ما برسه، اینام هست. اما اصل فلسفه نزول قرآن مجید لتنذر به، تاکه به وسیله این کلام بترسانی بندگان منا. و ذکرى للمؤمنین، الله می فرماید این کلام پندی هست برای مؤمنان. مؤمنان باید پند بگیرند. مؤمن کی میتونه پند بگیره؟ زمانی که از فحوای این کلام اطلاعاتی داشته باشه، زمانی که بدوند که قرآن چی میگه، زمانی که در جلسات قرآنی بنشیند و از کلام الهی پند بگیرد. اگر ما نیت پند گرفتن داشته باشیم، بزرگترین پند، بزرگترین اندرز، بزرگترین موعظه، از هر وعظی بلیغتر، از هر وعظی رساتر و پرتأثیرتر این کلام زیبای رب العالمین هست که الله می فرماید و ذکرى للمؤمنین. خب این وظیفه رسول الله بود که ما را بترسوند تا ما پند بگیریم. اما وظیفه ما چیه؟ وقتی که رسول الله کلام خدا را بیان میکنه، من امتی چه کنم؟ الله می فرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. شما پیروی کنید، فریضه امت بنویس، شما پیروی کنید ما انزل الیکم من ربکم، آنچه که از سوی رب نازل میشه، حرف به حرف، کلمه به کلمه، دستور به دستورش را پیروی کن، در زندگی خودت احیا کن. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، پیروی نکن بغیر از این از اولیاء. اولیاء منظور معبودان باطل، اونهایی که مشرکین ولی خود یعنی حامی خود، کارساز خود و ناصر خود میپنداشتن، اونهایی که حامی خود میدانید. ولی در قرآن به معنی حامی آمده، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، بغیر از خدا برای شما هیچ ولی نیست، یعنی حامی نیست، ولا نصیر یاوری نیست. پس ولی به معنی حامی هست. اونهایی که شما مشرکین به عنوان حامی اونها را انتخاب کردید، از اونها حرف شنوی داشته نباشید. حرف شنوی از قرآن، گاهی مردم ما سرگردانند، میگه ما نمیدونیم کدوم راه را بگیریم. چرا نمیدونی؟ الله گفته اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، بیا راه قرآن. هر کسی که از قرآن صحبت میکنه، یکی میگه که قرآن خدا این چنین میگه، یکی دیگه یک داستانی تعریف میکنه، یکی میگه که ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. در قرآن آمده ای مؤمن بغیر از خدا فریاد نزن اونی را که نه نفعی داره برایت فریاد زدنش و نه ضرری داره فریاد نزدنش. یکی دیگه میگه من فریاد زدم نتیجه گرفتم، فلج بودم خوب شدم، نابینا بودم بینا شدم. کتاب می نویسند، داستان برای ما تعریف میکنه. الان کدوم یکی را بگیر؟ ببین قرآن کدوم یکیه؟ یکی داستانه، یکی افسانه هست، یکی اساطیر الاولین هست، یکی کلام خداست. یکی تو شبکه داره تبلیغات میکنه، همه چیز را با ترازوی عقل داره میگه، اما یکی داره فقط از روی کلام وحی میگه.
ببین هر کدوم که ما انزل الیکم من ربکم هست، نمیشه که عقاید را با ترازوی عقل سنجید، نمیشه همه چیز را ما با درک خودمون درک بکنیم. لذا ما یک جای آخر عقل ما به بنبست گیر میکنه، از اون به بعد نیازمند وحی الهی میشیم. لذا الله می فرماید ولا تتبعوا من دونه اولیاء، بغیر از الله بقیه معبودان باطل و حامیان شما از آنها پیروی نکنید. قلیلا ما تذکرون، بسیار کم هست اون چه که شما پند میگیرید. الله عزوجل گلایه داره از بندگانش که کم پند پذیر هستند، کم پند میگیرند. و کم من قریة اهلکناها، اینجا تخویف دنیوی هست. تخویف دنیوی به این معنی که خداوند ما را میترسوند، ما را بیم میده که اگر شما اطاعت نکردید، اگر شما پند نگرفتید از کلام من، از رسول من، از پیام من، اون وقت همون حالتی که بر اقوام گذشته آمده عذاب در دنیا بر شما هم خواهد آمد. خداوند اونها را یادآوری می فرماید و کم من قریة اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون. الله می فرماید چقدر قریه ها بودن که ما هلاک کردیم، اونها را نابود کردیم. فجاءها بأسنا، عذاب ما آمد، بیاتا، به وقت شب. بیتوته میگویند وقتی که ما شب در مجالس هستیم یا در خواب غفلت هستیم، اون زمان. او هم قائلون، یا زمانی که به وقت ظهر قیلوله می کردند. معمولا عذاب خدا در وقت غفلت می آید، عین شب و آخر شب بیشتر عذابها در وقت سحر می آید. اطراف ما گاهی عذابهایی که سراغ داریم، گاهی زلزله های اتفاق افتاده، گاهی سیل آمده، رانش زمین، دیگه اتفاقات، ببینی بیشتر وقت سحر است. او هم قائلون، یا وقت قیلوله هست. وقت قیلوله وقت استراحت ظهر، گاهی این وقت می آید. گاهی وقت غفلت که انسانها غافلند در داد و ستد خودشون، در معاملات خودشون. الله می فرماید که عذابها در این حال می آمده. لذا این تخویف به این معنی هست که ما باید بیم داشته باشیم، باید بترسیم که مبادا ما گرفتار بشیم. ولو اینکه مسلمان باشیم. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم هرگاهی که باد شدیدی میدیدند یا ابر سیاهی میدیدند، چهره مبارک متغیر میشد از اینکه مبادا عذابی بشه، فوراً متوجه نماز میشد. لذا باید مسلمان همیشه در بیم و هراس باشد، در ترس باشد که مبادا من امشب میخوابم نیمه شب زلزله نیاد، مبادا اتفاق دیگری نیاد، مبادا سیلی نیاید، دشمنی حمله نکنه، پادشاهی. انواع مختلف عذاب هست. یکی از صورتهای عذاب یک ظالمی را انسان مسلط میکنه، نیمه شب حمله میکنه، خانه میاد همه چیز را غارت میکنه. لذا الله میفرماید خیلی از قریه ها ما هلاک کردیم، عذاب ما به وقت شب آمد. او هم قائلون، یا زمانی که اونها در وسط روز قیلوله و استراحت میکردند. اما اون زمان که عذاب آمد، الله میفرماید اون اقوام پشیمان شدند. اون پشیمانی چه سودی دارد؟ فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، دعای اونها، تضرع اونها نبود. دعاهم و تضرعهم، دعواهم نبود دعای اونها و تضرع اونها. اذ جاءهم بأسنا، زمانی که عذاب ما آمد. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر اون وقت اعتراف کردند، گفتم ما ظالم بودیم. ظالمین ابن عباس گفته مشرکین، الان به شرکش اعتراف میکنه. ببینید این توبه به درد نمیخوره. این توبه را میگن توبه بعث. قبلا بحثش را کردیم که عین عذاب آمده، عذاب به سر رسیده یا مرگ آمده به خرخره رسیده، الان انسان توبه میکند. الله میفرماید که این توبه درد نمیخورد. البته توبه قبل از وقت،
توبه به وقت اینکه انسان عذاب را مشاهده بکند، مثل قوم یونس که به محض اینکه ابر را دیدند، آثار را دیدند، فریاد زدن این عذاب، این همون چیزی که یونس گفته بریم خونه یونس، بریم معذرت خواهی بکنیم. رفتن، یونس نبود. چیکار بکنیم؟ بچه ها را جمع کنید، حیوانات را جمع کنید، جمع بشید در اون میدان شهر. همه جمع شدن، گریه کردن، خدای غلط کردیم. آثار عذاب را دیدن، الله عزوجل اونها را بخشید. پس عذابی که به وقت یأس باشد، به وقت ناامیدی باشد، یا توبه‌ای که به وقت ناامیدی بشه. یک انسانی، قبلا مثال عرض کردم، یک انسانی پزشک بهش میگه سرطان داری، الان از زندگی ناامید میشه، شروع میکنه به توبه، امکان داره این خوب بشه، پس این انشاءالله توبهش قبول میشه. این توبه یأس است. یک انسانی هست حکم اعدامش صادر میشه، شروع میکنه به توبه، شروع میکنه میگه خدای اشتباه کردم، غلط کردم، و امکان داره این توبهش، این که توبهش انشاءالله قبول میشه، ولی امکان داره اعدام حکمش لغو بشه، نجات پیدا بکنه. پس این انسان هنوز به مرگ حتمی نرسیده، نه اونی که سرطان داره، نه اونی که اعدامش صادر شده، نه اونی که مشکل دیگه براش پیش آمده. این انسان اگر توبه بکنه، توبهش انشاءالله قبول میشه. اما وقتی که عین عذاب را میبینه، داره جان میده، آخرین لحظات است، داره نفسش میره، فرشته مرگ را میبینه، الان شروع میکنه، این دیگه توبهش قبول نمیشه. الله همین میگه که اینها وقتی که عذاب را دیدن توبه کردن. الله میفرماید که فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، دعای آنها نبود وقتی که عذاب ما را دیدند، الا ان قالوا، مگر گفتند انا كنا ظالمین، بار الها ما ظلم کردیم. خب الله میفرما ما به این بسنده نمی کنیم، اونها را در آینده سوال می کنیم. فلنسألن الذین ارسل الیهم، اون بحث در دنیا بود، عذاب در دنیا بود، الان شروع میشه تخویف اخروی، عذاب در آخرت، پرسش و پاسخ در آخرت. الله می فرماید فلنسألن الذین ارسل الیهم، ما حتما سوال میکنیم از آنانی که ارسل الیهم، به سوی آنها فرستاده شده، پیغمبر فرستاده شده، قرآن و کتاب فرستاده شده. ولنسألن المرسلین، و حتما سوال میکنیم از فرستاده شدگان، از پیامبران که امت شما به شما چه پاسخی دادن، آیا لبیک گفتند یا پشت دادن. فلنقصن علیهم بعلم، الله اینجا میفرماید همه چیز را ما خود ما برای شما تعریف میکنیم. فلنقصن، ما قصه میکنیم، یعنی تعریف میکنیم بر آنها، بر انسانها، بعلم، از روی علم، چون خدا آگاهی دارد. و هو معکم اینما کنتم، هر جا هستید خدا با شماست، خدا از اعمال شما با خبر است. ان الله بما تعملون خبیر، بصیر، بینا هست، خبر دارد. لذا الله میفرماید از روی علم ما برایشون تعریف میکنیم. و ما كنا غائبین، اونجا که گناه میکردیم ما غائب نبودیم. عزیزان این آیات، اگر ما این آیات را بر صفحه دل بنویسیم و به اینها باور کنیم که هر جا هستیم خدا غائب نیست، اون وقت ما گناه نمی کنیم، ما معصیت نمی کنیم. اگر انسان به فکر این باشه که در مغازهش داره تجارت میکنه، داد و ستد میکنه، خدا اونجا حاضر است، خدا علم دارد، میبیند چه کار میکنه، اون وقت انسان خیانت نمیکنه، انسان کلاهبرداری نمیکنه، جنس نااصل را به جای اصل نمیده، جنسی که قیمتش پایینه به قیمت بالا نمیده. اینها تمام به این دلیل هست ما فریب میخوریم، فریب میدهیم، چون که ما به این آیات یا نشنیدیم یا اعتماد و باورمون ضعیف است. الله میفرماید و ما كنا غائبین، اونجایی که انسان در یک خانه تنها هست، انسانی که با یک نامحرمی قرار دارد، انسانی که در جایی هست که ذکرش اینجا مناسب نیست، موقعیت گناه برایش فراهمه، فرصت گناه برایش فراهمه، راحت میتونه،
اما وقتی که بدوند که وما كنا غائبین، خدا میگه من اینجا غائب نیستم، من حاضرم، من میبینم چی کار میکنی. خب انسان وقتی که این آیه را بر صفحه دلش بنویسد، آیا این انسان گناه میکند؟ این انسان معصیت میکند؟ قرآن میخواد ما را بسازد که ما در حضر و سفر، در جمع و در تنهایی، در هر جا از خدا بترسیم. همونطور که در جمع از خدا میترسیم، چشممون را حفاظت میکنیم، زبانمون را محافظت میکنیم، همچنین در تنهایی ما باید از خدا بترسیم. اونجا هم اعتقاد داشته باشیم که وما كنا غائبین. خب خدا که غائب نیست، همه جا حاضره، اعمال ما را مینویسه. اعمال آخر به کجا میرسد؟ الله می فرماید والوزن یومئذ الحق، در آن روز، در روز معاد و در روز قیامت، وزن و گذاشتن اعمال بر ترازو حق هست. فمن ثقلت موازینه، الله دو دست ما را تقسیم می کند. الله می فرماید فمن ثقلت موازینه، هر انسانی که میزانش ترازوش سنگین باشد، فاولئک هم المفلحون، این گروه رستگاران هستند، گروه موفق و کامیاب. و من خفت موازینه، هر اون انسانی که میزانش ترازوش سبک باشد، نامه اعمالش سبک باشد، فاولئک الذین خسروا انفسهم، این افراد، این انسان ها کسانی هستند که در خساره واقع کردند خودشان را، جانشان را، بما کانوا بآیاتنا یظلمون. دلیل فساد به خاطر اینکه اینها نسبت به آیات ما ظلم میکردند، حق تلفی میکردند، آیات ما را توجه نمی کردند. اما یه بحث کوتاهی عرض کنم که خدا که میگه ما بر ترازو وزن میکنیم، چطور وزن میکند؟ اعمال انسان که جرم ندارد، جسم ندارد، اعمال چطور وزن میشه؟ مفسرین بزرگوار هر یکی یک قولی نوشتند. بعضی نوشتند اون لوحه و اون تخته و اون اوراقی که فرشتگان روی اونها اعمال را می نوشتند، اینها بر ترازو گذاشته میشه. خب بخشی از اون لوحه اعمال نیک ما نوشته شده، بخشی از اون صفحه ها اعمال بد ما نوشته شده. هر کدوم که بیشتر باشند خب مشخص ترازو سنگین تر میشه. بعضی میگن نه، اینا همه احتمالی هستند. بعضی میگن نه، اعمال خودشون مجسم میشند، اعمال خودشون جسم میگیرند، جرم میگیرند، اعمال تبدیل به شکل میشند، خود این اعمال را بر کفه ترازو میگذارند. اما شاید این بحث ها الان در قدیم قابل حل نبوده ولی امروز حله. امروز که علم پیشرفت کرده و تکنولوژی به پیش رفته، امروز ما خوب درک میکنیم یعنی چه. امروز که شما تو این مسجد نشستید، شما میدونید درجه حرارت یا درجه هوا چقدر هست. انسان تب میشه، میدونه درجه حرارتش چقدر هست. وقتی که تمام چیزها مشخص میشه، سرعت مشخص میشه که چقدر هست، زیاده کمه، یعنی چیزهای مختلفی که ما اطرافمون داریم میبینیم که جرم ندارند، جسم ندارند و با وجود اون میبینیم که اونها را وزن میکنند، اونها را روی ترازو میگذارند. برای اونها معیار مشخص، گرمی به 50 درجه رسید، سردی زیر صفر آمد. خب اینها گرمی و سردی را کی دیده با چشم؟ دیده نمیشه. ولی اینها بدون اینکه دیده بشه، بدون اینکه مشاهده بشه، چی؟ اینها به وسیله ابزار جدید حدشون، مقدارشون چی میشه؟ معین میشه. پس الله عزوجل که در همین دنیا خیلی چیزهایی که ما نمیبینیم قادر است که برای اونها مشخص بکند حد و حدود را. اعمال را هم شاید بدون اینکه تبدیل به ورق و کاغذ بشه، تبدیل به جسم بشه، الله عزوجل چی بکند؟ مشخص بکند. لذا الله می فرماید و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم، هر کس که ترازوی سبک باشد، این انسان کسی هست که در خساره انداخته، خودش را در ضرر و زیان واقع کرده،
چرا؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، چون که در باره آیات ما حق تلفی کرده، توجه نکرده، به آیات ما عمل نکرده، عمل نیکی ندارد. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لكم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. خب خدا از ما انتظار دارد که ما عمل بکنیم، اما عمل بکنیم چرا؟ چون خداوند بر ما لطف و احسان دارد، بر ما نعمت و کرم دارد. از این آیه به بعد بعضی از نعمتها را خداوند بر ما می شمارد. نعمتها را چرا ذکر می کند؟ چون الانسان و عبید الاحسان، هر انسانی برده احسان است. شما دو تا فرزند دارید، به یکی خوب خدمت میکنی، یکی دیگر رو تحویل نمیگیری، مسلم است این که شما همیشه بهش میدید و خدمتش میکنی، این بیشتر از شما حرف شنوی دارد، چون همیشه پدر را میبیند. اون یکی دیگه دلش شکسته، دلش سرد، مایوسه، اون زیاد حرف شنوی ندارد. پس بندگان ممنون خدای عزوجل هستند، زیر منت الله، در هر نفس کشیدن محتاج الله و احسان الله بر اونها. الان اینجا الله تعالی چند تا این محسن حقیقی، چند تا از نعمتها را که بر ما دارد بیان می فرماید. الله می فرماید ولقد مکناکم فی الارض، همانا ما شما را تمکین دادیم، قدرت دادیم، جای دادیم در زمین. هم به معنی مکان است، هم به معنی تمکین است. مکان یعنی جای، تمکین به معنی قدرت. انسان قدرت داره در زمین. چه قدرتی داره انسان در زمین؟ چه برج‌هایی درست میکنه انسان در زمین؟ هر چه مخلوق تابع انسان هست، هر کاری در زمین میکنه، این زمین را میشکند، شخمش میزند، تمام زمین را سرسبز و آباد میکنه، کشاورزی میکنه، یا زمین را جاده درست میکنه، یا زمین را میدان برای بازی و برای ورزش، هر چی که بخواهد در این زمین تصرف میکند. در دریا تصرف میکنه، بر دریا حکومت دارد، بر جو و بر بر و بر بحر و همه جا این انسان حکومت دارد. این خداست که تو را قدرت داده، و الا شطور جسمش از ما خیلی قویتر و بزرگتره، به اندازه 10 تا انسان وزن داره، اما اون یک بچه کوچیک لگامش را به دست گرفته. الله به تو امتیازی داده که هیچ یک از این مخلوقات دیگه نداره. به دلیل اون امتیاز هست که تو در زمین قدرت داری. لذا الله می فرماید ولقد مکناکم فی الارض، ما در زمین شما را هم سکنا دادیم و هم قدرت دادیم. و جعلنا لکم فیها معایش، و قرار دادیم برای شما در همین زمین معایش. معایش جمع معیشت است، یعنی اسباب رزق، معیشت شما را ما در همین زمین فراهم کردیم. الله عزوجل به یکی تجارت یاد داده، به یکی کشاورزی یاد داده، به یکی دامداری یاد داده، یکی کارگری، یکی بنایی، یکی سواد دارد، تحصیل دارد، با قلمش کار میکند، یکی با تخصصش کار میکند، هر یکی داره نان در میاره، دیگه چی کار میکند؟ از صبح تا شب نگاه کنید تمام روی زمین، یکی این طرف میره، یکی اون طرف، همه درآمد هست. لذا الله تعالی می فرماید ما به عناوینی برای شما اسباب زندگی، معیشت، رزق برای شما فراهم کردیم، اما قلیلا ما تشکرون. انسان ناسپاس، اندک است آنچه که شما شکرگزاری میکنید. انسان کم شاکر است. انسان میگه 20 سال درس خوندم، هنر خودم هست. انسان میگه من این همه زحمت کشیدم، شب و روز تجارت کردم، این همه کشاورزی کردم، این همه این گوسفندها را من محافظت کردم، اون چیزی که میبینی دسترنج زحمت من است. انسان کمتر فکر میکنه که مولای مهربان این همه امکانات را برای من فراهم کرده. و الا اگر با یک آفتی تمام باغ میسوخت، مثل اون داستانی که در قرآن تعریف کرده، یا تمام کشاورزی خراب میشد، یا مرض می آمد تمام گوسفندان می مردند، یا تجارت کاسد میشد، یا نمیدونم فلان کار خراب میشد، اون وقت انسان نمی گفت من زرنگم، من استعداد دارم.
لذا همیشه باید انسان به هر جایگاهی رسید، چه از نظر علمی چه از نظر دنیایی و تجاری، انسان باید بنده شاکر باشد، همیشه شکرگزار رب باشد. همین انتظار است. قلیلا ما تشکرون، همه چیز را ما دادیم اما شما اندک شکرگزاری میکنید. ولقد خلقناکم ثم صورناکم. دو نعمت اونجا بود، اول نعمت سکنا و در زمین قدرت انسان، دوم نعمت رزق و روزی، سوم نعمت پیدایش خود شما، خلق خود شما. اینجا الله عزوجل داستانی از پیدایش ما شروع می کند که شما را پیدا کردم، چگونه پیدا کردم، چه موانعی بود، چه دشمنانی داشتید که وقتی که شما پیدا شدید و شما را خدا فضیلت داد، خدا شما را درجه داد، خدا شما را از همه مخلوقات افضل قرار داد، حتی ملائکه را گفت که برای شما کرنش بکنند، تعظیم بکنند. دشمنانی، حسودانی با شما حسادت کردند، سوگند یاد کردند که شما را نگذارند آرامش داشته باشید، سوگند یاد کردند که شما را به جهنم ببرند چون حسود شما بودند، اما شما امروز با اونها راه دوستی گرفتید. خبر داری انسان داری کجا میری؟ الله می فرماید ولقد خلقناکم ثم صورناکم، همانا ما آفریدیم شما را، سپس ما صورت دادیم شما را، شکل دادیم، زیبایی دادیم. ثم قلنا، سپس ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، آدم را سجده کن، آدم را تعظیم کن، برای آدم احترام بگذار که این آدم عقل دارد، فراست دارد، اگر این بر مسیر صحیح قرار بگیرد از تو فرشته هم افضل تر میشه. سبحان الله، انسان چنان مخلوقی هست که اگر انسان بر مسیر صحیح قرار بگیرد، اونطوری که حق طاعت و بندگی هست، اونطوری که حق عبادت الله عزوجل است، انسان قرار بگیره از فرشته بهتره. اما اگر خدا نکرده، اگر انسان بر مسیر گمراهی باشد، انسان بر ضلالت باشد، اون وقت از حیوان، بدترین حیوان هم بدتره. یه جای انسان را الله تشبیه داده به الاغ، فمثله کمثل الحمار، انسانهای بد را. یه جای فمثله کمثل الکلب، مثل سگه، و از سگ هم بدتر، از حیوانات هم بدتر. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. دل دارند نمی فهمند، گوش دارند نمی شنوند، چشم دارند حقیقت را نمی بینند. اولئک کالانعام، مثل چارپایان حیوانند. بعد می فرماید بل هم اضل، از حیوانات هم بدتر، گمراهتر. انسان وقتی که بر مسیر گمراهی قرار بگیرد، از اون اشرفیت، از اون جایگاه میاد پایین میفته. لذا الله می فرماید فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه دستور خدا را بجا آوردن مگر ابلیس. بعضی گفتند اینها ملائکه ارضی بودند، ملائکه زمینی بودند، چون ما اون چی که در قرآن میخوانیم و میفهمیم از روایات اینی که ملائکه بخشی ها زمینی هستند، بخشی ها آسمانی هستند که زمین اصلا نمیاند، سر و کاری ندارند، همونجا نشستند، شب و روز در سجده، در تسبیح، در تقدیسند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود یک وجب نیست که فرشته سجده نکند، به اندازه یک وجب هم جا نیست. لذا اونها با ما سر و کار ندارند. یک گروه دیگه هستند که از سدرة المنتهی به بالا، اونها به آسمان نمی آیند، اونها بالا بالایی هستند که اونها از بالا، از لوح محفوظ دستور میگیره میان به سدرة المنتهی. اونجا سدرة المنتهی که حد فاصل بین فرشتگان آسمانی تا فرشتگان فوق آسمانی است. لذا معلوم میشه از آیات و از روایات که مختلفن فرشتگان. لذا کدوم دسته بودن فرشتگان که سجده کردن؟ بعضی میگه همین زمینی ها بودن، ارضی ها بودن، سرکارشون. اما اکثر مفسران میفرمایند نه، همه فرشتگان، چون در آیه دیگه داریم فسجد الملائکه كلهم اجمعون،
طلاب میدونه تاکید بر تاکید است. کل همه، باز شاید بعضی استثناء بشه، بعد میگه نه اجمعون، جمیعشان، همگی. پس همه فرشتگان را الله دستور داد برای آدم تعظیم بکنند. اینجا منظور آدم تنها نیست، شخص نیست. در ادامه میخوانیم که خدا ما را خطاب میکنه، منظور همه انسانیت است. الله میفرماید الا ابلیس. خب ابلیس مگه فرشته بود؟ ابلیس فرشته نبود. کان من الجن ففسق عن امر ربه. الله میفرماید از جنات بود، نافرمانی کرد. اما درباره ابلیس اونچه که میگم مفسرین گفتند از روی بیشتر حدس و گمان هست یا از کتابهای اسرائیلیات گرفته شده که ما نمیتونیم تایید بکنیم و نمیتونیم هم تکذیب بکنیم. بعضی میگن ابلیس ابوالجن هست، همونطور که آدم ابوالبشر است. جد امجد ما آدم است، جد امجد جنات ابلیس است. خب جن که هست قرآن گفته کان من الجن. بعضی میگن نه ابوالجن نیست، اما در میان اونها بهترینشون بود، عابدترینشون بود، مقربترین بود. از بس که عبادت کرده بود به قرب خدا رسیده بود، همراهی میکرد با فرشتگان و در جمع فرشتگان قرار گرفته بود. علی ای حال شیطان را و ابلیس را خداوند به صورت جداگانه دستور داد. همین جا میخوانیم ما منعک الا تسجد اذ امرتک. این خصوصی خدا گفت تو هم برو. یعنی وقتی که ابلیس سجده بکند گویا تمام جنات هم تعظیم کردند. این نکرد، این تکبر کرد. آیه را توجه کنید، الله می فرماید فسجدوا الا ابلیس. سجده کردند. همه اتفاق نظر دارن که این سجده سجده تعظیم بود، سجده احترام، نه سجده عبادت. احترام گذاشتن، تعظیم کردن که در دین ما این هم منسوخه. ما قبلا بحث کردیم برای طلاب عزیز در مقدمه، ما هم آیه داریم که ان المساجد لله، همه نوع سجده ها فقط برای خدا. هم حدیث داریم صحابه تقاضا کرده یا رسول الله ما جاهای دیگه که میریم، بلاد دیگر مثل ایران و فارسی ها جلوی بزرگ خودشون تعظیم میکنن، سجده میکنن. خب اون تعظیم بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شد از این پیشنهاد، گفت برای هیچ بشری سجده درست نیست که کسی دیگر را، انسانی را سجده بکند. اگر من سجده را روا می داشتم، من به زن دستور می دادم هر روز شوهرش را اینگونه تعظیم بکند، اینگونه احترام بکند. پس سجده تعظیمی در دین ما نیست، قبلا بود. فسجدوا الا ابلیس. سجده کردن مگر ابلیس. لم یکن من الساجدین. از سجده کنندگان نبود. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. الله می فرماید چه چیزی مانع شد اینکه سجده نکنی زمانی که من تو را دستور دادم، من رب دستور داده بودم. قال انا خیر منه. ببینید علت چی بود؟ خدا کنه که این علت، این عیب، این اشکال در بین ما نباشد. من بهترم، منیت. انسانی که خودش را بهتر بداند، انسانی که بر حسبش، بر نسبش، بر علمش، بر فضلش، بر پولش، بر مالش، بر هر چیزی اینها را ملاک قرار بدهد و بگن من بهترم. الله پناه بده. این میگه من از جنس بهتری هستم. از چه جنسی هستی؟ قال انا خیر منه. من از اون بهترم. خلقتنی من نار و خلقته من طین. علت اینه که تو مرا از آتش آفریدی و او را از
گل آفریدی. آتش جوهر نورانی هست و گل جوهر ظلمانی هست، لذا من نورانی ام، اون ظلمانیه. تو مرا دستور میدی که برای او اطاعت بکنم، برای او تعظیم بکنم. الله عزوجل قهرش آمد. الله تعالی هیچ چیز را اونقدر قبیح نمیداند و بد نمیداند که تکبر را. الله تعالی به سبب کبرش او را بیرون کرد، او را راند. قال فاهبط منها، پایین برو از اینجا. منها یعنی از آسمان، از اون جاهای عالیه. فما یکون لك ان تتکبر فیها، برای تو سزاوار نیست، برای تو مناسب نیست اینکه تکبر کنی فیها، در این بالخصوص در آسمان ها. فخرج انک من الصاغرین، برو بیرون، تو از صاغرین هستی، از ذلیل ها. اونی که خودش را عزیزترین میداند الله او را ذلیل ترین میکند. تو ذلیلی، تو پستی دیگه، تو جلوی من کبر میکنی و به دستور من سجده نمی کنی. بنده ای را که خدا دستور بدهد و اطاعت نکند خدا غضب میکند، خدا قهر میکند. شیطان وقتی که مایوس شد، ابلیس وقتی که ناامید شد، یک عقده‌ای تو دلش پیدا شد که این انسان و این آدم سبب شد من از اون جایگاه عظیم بیفتم. لذا مهلتی از خدا خواست تا انتقام بگیرد. الله عزوجل هم مقدر کرده بود برای امتحان همین موجود را بذاره، لذا مهلت میخواد. قال انظرنی الی یوم یبعثون، مرا مهلت بده تا روزی که همه مبعوث میشوند، همه از قبرها بلند میشوند. اما الله فرمود انک من المنظرین، تو از مهلت داده شدگان هستی. در اینجا نیست، در آیات دیگه هست. نه تا اون وقتی که تو میگی، تا اون وقتی که من خدا میگم. الی یوم الوقت المعلوم. هدف ابلیس چی بود؟ هدف ابلیس این بود که موت بر او نیاید، طعم مرگ را نچشد. چون که یوم یبعثون گفت اون روزی که همه بلند میشند دیگه بعد از اون مرگی نیست. اما الله عزوجل این خواستش را قبول نکرد. الله فرمود که تا اون روزی که من بخوام، تا اون روزی که شیطان به عنوان امتحان برای انسان ها هست، قبل از روز معاد، در آخرین روزهای دنیا الله تعالی شیطان را موت میده و از این جهان میبرد. یک نکته خدمت شما عرض کنم، یک نکته علمی هست. علما نوشتند که اگر کافر عمل نیکی انجام بده یا طاعت و عبادتی به گمان خودش انجام بده یا دعا بکند از خدا چیزی بخواهد، در حالی که کافره، به قیامت اعتقاد ندارد، به رسالت رسول الله اعتقاد ندارد، ولی از خدا، به خدا اعتقاد داره، از خدا چیزی میخواد، خدایا این دشمن من نابود باشه، خدایا این تجارت من چنین باشه، امکان داره، احتمالش هست که خدای عزوجل دعای کافر را در امور دنیا بپذیرد، یا اینکه اگر عملی کرده، عمل خوبی کرده، پاداش خوبی و جایزه خوبی در همین دنیا بهش بدهد، اما در آخرت نه خبری نیست. ما آیات زیادی داریم که الله می فرماید در آخرت اعمالشون اصلا به حساب نمیاد، اصلا برای اونها ترازویی نیست، عملشون تباه شده، غبار شده و به هوا رفته. اما در دنیا امکان داره. از این آیه و آیات دیگه استدلال گرفتند. اینجا ابلیس
یک عمر عبادت کرده بود، یک عمر سجده کرده بود. بعضی از علما میگویند که پاداش همون عبادت ها را خدا همینجا بهش داد. همین که یک عمر طولانی داشته باشه تو دنیا، پاداش اونها را بهش داد. بعضی وقت مردم میپرسند که خب این انسان هایی که برای انسانیت خدمت کردند، برق را آفریدند، خلق کردند، اختراع کردند، هواپیما را اختراع کردند، تلفن و وسایل ارتباطات را اختراع کردند، دیگه خدماتی برای انسان ها انجام دادن، مخترع، مبتکر، آیا اینها را خدا پاداش نمیده؟ اگر در دنیا خدا پاداش بده که میده، اما در آخرت بدون ایمان نه. و هو مؤمن، صبح هم خواندیم شرط است برای قبولیت. پس اینجا شیطان دعا کرد، قال انظرنی الی یوم یبعثون. دعای 100% نه، ولی تا یک حدی پذیرفته شد. در جای دیگه داریم ما در سوره انفال، و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اینهایی که استغفار میخوانند، شب و روز دعا میخوانند، مشرکین را خدا میگه خدا عذابشون نمیده، خدا عذابشون نمیده. خیلی از افراد هستند شرک میکنند، راه انحرافی دارن، ولی دعا زیاد میخونند. دعا، کتاب دعا چاپ کردن. شما ببینی حتی مسیحیان کتاب دعا دارند. پس این دعاهایشون از قرآن معلوم میشه تو دنیا اثرگذار هست. نکته جالبتری که میخوام عرض کنم اینه که وقتی که دعای کافر، دعای باطل، دعای مشرک اثرگذار هست، مسلمان که شب و روز مناجات کند، دعا بخواند، دعایش اثر نمیگذارد؟ قطعا. خیلی به دعا پایبند باشید و به دعا عقیده داشت. بعضی متاسفانه به دعا عقیده ندارند، هر جا دعای میگه این بدعته. درست دعا سعی بشه در موارد سنت دعا بشه، ولی یک بار هم دست بلند نمی کنی. الله عزوجل دوست داره که بنده دست گدایی به طرفش بلند کنه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اینقدر دست بلند میکرد که زیر بغل مبارک پیدا میشد، بالخصوص در دعاهای اضطراری مثل استسقا و غیره. لذا دعا خوبه، دعا پسندیده هست. رسول مکرم صلی الله علیه وسلم دعا کرده. دعا موقعهای خاصی داره برای اجابت. وقت افطار دعا قبول میشه، وقت سحر دعا قبول میشه، بعد از نماز فرض دعا قبول میشه، بعد از هر عمل نیک انسان دعا بکنه دعا قبول میشه. لذا دعا تأثیر گذاره. وقتی که دعای باطل، دعای کافر وقتی که اثر داره، دعای مسلمان به طریق اولا. لذا الله فرمود انک من المنظرین، تو از مهلت داده شدگان هستی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم. شیطان اعلام کرد، این موضعش هست، امروز هم به شما اعلامه، قرآن داره به شما اعلام میکنه. فبما اغویتنی با سببیه هست، به سبب این که مرا گمراه کردی، لاقعدن، البته حتما من مینشینم برای آنها صراطک المستقیم، بر صراط مستقیم تو، بر صراط مستقیم تو مینشینم. از اینجا معلوم میشه که شیطان بیشتر دنبال کسانی است که بر صراط مستقیمند. اونهایی که بر صراط مستقیم نیستند دنبال اونها نیست، بر اونها به قدر کافی داره، من کفرشون کافیه. بعضی اوقات در رابطه با حجاب صحبت میشه، بعضی میگن چرا کفار این مشکلات را ندارن، دلشون پاکه، تمام مردم لخت و عریان، هیچ کسی نگاه نمیکنه، مسلمانان چرا چنین؟ خب
خب شیطان میدونه کجا کار بکنه، کجا فعالیت بکنه. اینجا ببین صراطک المستقیم، فعالیت شیطان بیشتر هدف داره، جایی که بخواهد تخریب ایجاد کنه. لذا الله می فرماید گفت من بر صراط مستقیم تو ای خدا می نشینم، یعنی کمین میزنم، هر وقت که بیاند سعی میکنم گمراهشون بکنم. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، سپس پیش این انسان ها میایم، من بین ایدیهم از جلو، و من خلفهم از پشت سر، و عن ایمانهم و از راست، و عن شمائلهم از چپ، ولا تجد اکثرهم شاکرین، چنان میکنم که نبینی اکثرشان را شکرگزار، اکثرشان شاکر نمیمانند. بعضی گفتن شاکرین، ابن عباس گفته موحدین، یعنی بر توحید نمیماند. توحید خودش یک تشکری هست از الله، بلکه دنبال دیگرانند، دنبال غیر الله هستند. اینجا خدمت شما عرض کنم که این که شیطان میگه من از جلو میام، از پشت میام، از راست میام، از چپ میام، یعنی چه؟ بعضی از علما گفتند این نکته خاصی را اشاره نمی کند، اشاره به همینه که خود ما ظاهرا میفهمیم، یعنی از هر جهت وسوسه شون میکنم، از هر طریق وسوسه شون میکنم. گاهی یکی را از طریق عبادت فریب میده، گاهی یکی را از طریق دنیا و تجارت فریب میده، هر یکی را به یک صورتی، از هر جهت. معنیش اینه منی که مثلا 2 رکعت نماز میخوانم، در دلم غرور پیدا میشه، تکبر پیدا میشه، دیگران را به نظر حقارت نگاه میکنم، مرا این گونه گمراه کرد. اون یکی دیگر را که مال میده به اون صورت گمراه میکنه، کسی دیگر که تجارت میکنه اون وادار میکنه که به خاطر اینکه پولش زیاد بشه کلاهبرداری بکنه. لذا طرق مختلف است. پس یک تفسیر اینه که جهات فریب دادن و جهات وسواس متفاوته، چنانچه علامه اندلسی همین گفته الظاهر ان اتیانه من هذه الجهات الاربع، ظاهر اینه که اتیان شیطان از جهات 4گانه کنایت عن وسوسته و اغوائه له، کنایه از وسوسه و فریب دادن و گمراه کردن انسان است. والجد فی اضلاله من کل وجه یمکن، کنایه از این است که جدی هست و تلاش میکند از هر صورت ممکن گمراهش بکند. اما بعضی دیگه از مفسران هر یکی را یه چیزی تفسیر کردند. من بین ایدیهم معنیش اینه که جلوگیری از ایمان به آخرت، چون جلوی ما چیه؟ جلوتر ما آخرت، نه قیامته. لذا من بین ایدیهم یعنی عقیده هایشون را نسبت به آخرت سست میکنم. خیلی موفق شده این انسان هایی که گناه میکنند، جنایت میکنند، لابد نسبت به آخرت یا اصلا اعتقاد نداره. مثل روسیه که با بم انسان ها را، روسیه و امریکا صدها انسان را یک جا تلف میکنه، اصلا به آخرت اعتقادی نداره. یا بعضی مسلمان نماها اعتقاد اگر دارن خیلی سسته، اصلا فکر نمی کنن فردا در مقابل خون یک انسان باید چقدر جواب بدن تا برسه انسان ها. لذا پس من بین ایدیهم یعنی ایمانشون را نسبت به آخرت جلوگیری میکنم، سست میکنم. هر کسی گناه بیشتر میکنه عقیدهش نسبت به آخرت ضعیفه، و هر کسی که عقیدهش و اگر ضعیفه وسوسه شیطان است. شیطان میگه کی گفته؟ ای وسوسه میکنه ما که بمیریم خدا میدونه، اینا از کجا میگند؟ این خاطر ما تقریبا
بیش از 50 سوره در قرآن مجید داریم، سوره های بیشتر کوچک کوچک. الله تعالی تاکید میکنه بر قیامت، دلیل ذکر میکنه، سوگند یاد میکنه. خدا به چندین چیز سوگند یاد میکنه، سوگند به این، سوگند به این، قسم به این که ان عذاب ربک لواقع، ان الدین لواقع. روز جزا میاد، عذاب میاد. الله از در قرآن تاکید میکنه تا ما باور کنیم. شیطان چیکار میکنه؟ عقیده های ما را سست میکنه. لذا اولین من بین ایدیهم جلوگیری از ایمان به آخرت، من خلفهم پشت سر ما چیه؟ دنیا. یعنی اونها را به دنیا مشغول میکنم، به مادیات مشغول میکنم، به خوشگذرانی مشغول میکنم. ببین همه حربه ها هم نسبت به آینده، به قیامت هم عقاید ما را سست میکنه، هم پشت سر ما را مشغول میکنه به دنیا. دنیا را ما باید پشت سر بگذاریم، بریم از این جاده رد بشیم. اون میگه نه هنوز دور، اینجا مشغول باش. هی انسان مشغول میشه، به قدری مشغول میشه که نه به فکر نماز، نه به فکر طاعت و بندگی، نه به فکر آخرت، نه اینکه ماه روزه آمده، نه اینکه حج بر من هست. اینا همین مشغول کردن است. و عن ایمانهم، سومین بود. ایمان کنایه از نیکی هاست، یعنی جلوگیری میکنم از نیکی، نمیگذارم سخاوت کنه، نمیگذارم انفاق کنه، نمیگذارم نماز بخونه، نمیگذارم تلاوت کنه، نمیگذارم تسبیح که هیچ کاری نداره، انسان را غافل میکنه. لذا گاهی میگیم در سفر بعضی مردم عادت داره، البته مزاح هست، بعضی ها به خاطر اینکه خواب نرند یک لاستیک تخمه میگیرند و آجیل میگیرند، هی مشغولند. ما میگیم خبر دارید که اینها نمیگذارن ذکر کنی؟ اگر با اینها مشغول نمی بودی حداقل سبحان الله میگفتی، الحمدلله میگفتی، ولی همش الان باید که بشکنی. لذا الان این مزاح هست، ولی گاهی این چنین است. یک گروهی نشسته از شب تا صبح فقط مشغول همین است. ماه رمضان هم هست، ذکر نمی کند، تلاوت نمی کند، نماز نمی خواند. پس و عن ایمانهم، ایمان کنایه از اعمال نیک است، یعنی جلوی اعمال نیک را میگیرم. و عن شمائلهم، شمائل کنایه از اعمال بد است، یعنی به کارهای بد مشغولشون میکنم، به لهو و لعب مشغولشون میکنم، به گناه و معصیت مشغولشان میکنم. پس این شیطان است. باید هوشیار باشیم برادر خواهر که از هر طریقی بخواد ما را فریب میده، ولی قرآن داره برای ما شفافیت میکنه که باید تو مسلمان هوشیار باشی. لذا الله می فرماید که شیطان میگه من از هر طریق اینها را فریب میدم. ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیبینی اکثرشان را شکرگزار. رب العالمین چی گفت؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، ای ملعون، ای لعین، بیرون شو. منها از اینجا، از آسمان ها، از جنت، از زمره ملائکه. همه تفسیر کردن. بعضی گفتن منها یعنی من الجنه، بعضی گفتن منها یعنی من السما، بعضی گفتن منها یعنی من زمرة الملائکه، از جماعت ملائکه. از همه جا خدا بیرونش کرد. بیرون باش. مذءوما مدحورا، مذءوما یعنی مذمت شده، بد. مدحورا یعنی مطرود، طرد شده، نفرین شده. اما این اعلام را الله کرد، لمن تبعک منهم، البته هر کسی که پیروی کند از تو ای ابلیس، منهم از این انسان ها، من خدا سوگند یاد کردم، لأملأن جهنم منکم اجمعین، من پر میکنم جهنم را از همه شما اجمعین. لام و نون تاکید به معنی سوگنده. خدا سوگند یاد کرده. لذا
سعی بشه که از این گروه نباشین که با شیطان به جهنم بریم. الله پناه بده. لذا الله می فرماید لأملأن جهنم منکم اجمعین. بعد از اون دستور به آدم و یا آدم اسکن، ای آدم سکونت کن، انت و زوجک الجنه، تو و همسرت در بهشت، فکلا من حیث شئتما، از هر جای بهشت میخواهی بخور، ولا تقربا هذه الشجره، نزدیک این درخت نرو، نزدیک این درخت نرو، فتکونا من الظالمین، هر دو از ظالمین میشید. این درخت چه درختی بود الله تعیین نکرده. مفسرین گفتن، دیگه گفته گندم، یکی گفته انگور، یکی گفته چیز دیگه، ولی همین اصول برای ما خوبه که چیزی را که خدا نامعلوم گذاشته ما هم چرا دنبالش باشیم. نه در قرآن آمده نه در سنت رسول الله آمده که این چیه. نیازی نیست. هدف این خدای عزوجل میخواهد به ما بگه که جریان چی بود، الان جزئیات درخت چی بود ارتباطی به ما نداره. ولا تقربا هذه الشجره، این درخت را نزدیک نشید، نزدیک نشید، نگفت نخورید. امر تأکیدی هست. خدای عزوجل یک چیزی که بخواد سخت بر حذر بداره همینطور دستور میده. به ما مثلا میگه ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید، نمیگه زنا نکنید، نزدیک نشید. ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشو. یعنی این تأکید، این مبالغه هست، یعنی مبادا، بر حذر، دور باش. لذا به آدم هم گفت نزدیک نشید که فتکونا من الظالمین، از ظالمین میشید. حکمت و فلسفهش را الله عزوجل بهتر میدوند، ولی نمونه هایش در دنیا زیاده. این نمونه من به شما عرض میکنم. خدای عزوجل برای ما انواع معاملات را جایز قرار داده. از طریق پارچه میخواهی سود ببر، از طریق زمین میخواهی سود ببر، از طریق فروختن گوسفند، از طریق نمیدونم پفک بفروش، آب بفروش، نان بفروش، هر چی میفروشی، ولی ببین نزدیک سود نرو، نزدیک ربا نرو. همه راههای حلال هست، اما یک انسان بدبخت بیچاره همون میره انجام میده، دنبال بقیه راهها نمیره. پس گاهی الله عزوجل اینطور امتحان میکنه، گاهی شرایط هم طوری میشه مثل همون ماهی بنی اسرائیل که در روزهای دیگه تو همین سوره انشاءالله میخوانیم، در روزهای دیگه ماهی پیدا نمیشد. روز شنبه که ممنوع بود ماهی سر آب بود. الان خیلی از افراد هستن میگه همه راهها بسته برای ما، به غیر از این که وام سودی بگیریم دیگه راهی نیست، شما راهی برای ما درست کنید. این امتحان خداست، تحملش کن. مثل بنی اسرائیل خدا ما را داره امتحان میکنه. جوانی میاد میگه که اصلا برای من ازدواج ممکن نیست تا وقتی که این نوع وام ها را نگیرم. دیگری میاد میگه اصلا به مسکن و به منزل من نمیرسم تا وقتی که من وام نگیرم. خب باید برید اجازه بدیم که بری سود بگیری که چی؟ زن و بچه‌ت بری تو منزل، فردا جواب خدا را چی میدی؟ لذا امتحان الهی انسان وقتی که تحمل بکند، به طرف حرام نره، به طرف گناه نره، الله عزوجل زمینه را برایش انشاءالله فراهم میکند. 1 سال، 2 سال، 3 سال سخت میشه، ولی انسان بر جاده شریعت بماند، انشاءالله آخر الله عزوجل راه را برایش باز میکند. لذا الله فرمود این درخت نشید. اما شیطان وسوسه کرد، فوسوس لهم الشیطان. یه بحثی در سوره بقره هم خواندیم که شیطان چطور فریب داد. برگشت تو بهشت آمد، بعضی میگن وقتی داشت میرفت تو راه گفت، بعضی میگن بیرون بهشت استاد، آدم و حوا داخل بودند، بعضی میگه در دهن مار آمد که ملائکه نبینم مگر جای مار تو بهشته. هر یکی یک چیزی گفته. بهتر اینه که قرآن گفته فوسوس لهم الشیطان. شیطان وسوسه کرد، خداوند به این قدرت وسوسه داده، وسوسه کرد.
چرا؟ لیبدی فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ووری عنهما من سوآتهما، تا که ظاهر بکند برای آنها آنچه که پوشیده شده بود از آنان از عوراتشان، یعنی تا لباسشون را در بیارد. ببین هدف شیطان لباس در آوردن نبود، هدف شیطان مبتلا کردن آدم و حوا به گناه و معصیت بود، به نافرمانی بود، دستور خدا را شکستن بود. اما عاقبت و نتیجه همین شد. وقتی که خدا از بهشت بیرونش میکند، خب نعمتهای بهشت را هم ازش میگیرد، لباس بهشتی را هم ازش میگیرد. لذا عاقبت این شد. پس بنویسه علام للعاقبه. عاقبت این شد که لیبدی لهما ظاهر بکنن برای آنان ما ووری عنهما من سوآتهما، آنچه که پوشیده شده بود از عورتهایشان. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. تشریح وسوسه چی گفت؟ گفت باز نداشته رب شما از این درخت الا ان تکونا ملکین، مگر اینکه شما اگر میخوردید 2 ملک میشدید، او تکونا من الخالدین، من الخالدین، یا همیشه در بهشت میمانید. این درخت عمر است، اینو بخور همیشه دیگه از اینجا کسی نمیتونه بیرون بکنه. و بر این سوگند یاد خورد. و قاسمهما، برای آن 2 سوگند خورد، انی لکما لمن الناصحین، من برای شما خیرخواه هستم، ناصح هستم. الله میفرماید فدلهما بغرور، از راه فریب راهنماییشون کرد، موفق شد از راه فریب. الان تفسیر موفقیت اینطور آمده، اولا که انسان حریص هست از چیزی که من میکنی. وقتی که به کسی بگو آسمان را ببین نگاه نکنی، خب زود نگاه میکنه، چه خبره مگه؟ انسان را از چیزی باز بداری، انسان به طرفش چی میشه؟ حرص پیدا میکنه که چه خبره. شیطان وقتی که اینو گفت، اینها به فکر افتادن. بعضی مفسران گفتن چون انبیا معصوم هستند، آدم اجتهاد کرد، از خود اون درخت نخورد، از نوع اون درخت خورد. اما قرآن گفته فنسی آدم فراموش کرد. انسان یک چیزی را که علاقمند باشه دیگه فراموشی خود به خود دستش به طرفش میره. الله می فرماید فلما ذاق الشجرة، زمانی که آن هر 2 چشیدن از درخت، بدت لهما سوآتهما، ظاهر شد برای آنها عورتشان، عورت یعنی بدن عریان شد. و طفقا یخصفان، و شروع کردند آن هر 2 یخصفان می چسباندند. طفقا یعنی اخذا، یخصفان یلزقان، می چسباندند بر آن عورتهایشان، من ورق الجنه، از برگ بهشت، از برگهای بهشت. و ناداهما ربهما، الان الله اونها را ندا کرد، چون که اینها دیگه باید از بهشت بیرون می شدن، لباس از اونها گرفته شد. و ناداهما ربهما، ندا کرد آن 2 را، آدم و حوا را، ربشان، الم انهکما عن تلکما الشجره، آیا من شما را باز نداشتم از این درخت؟ و اقول لکما، آیا من به شما نگفتم ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. اما آدم و حوا سادلو اینقدر هم نمیدانستند که این سوگند هم به دروغ میخورد. سوگند خورد، کسی به نام خدا سوگند بخورد؟ لذا حضرت آدم و حوا به تضرع افتادند. خدایا اشتباه کردیم. آدم و حوا اینجا تفصیلش نیست، در سوره های دیگه هست که خدا گفت الان بری به زمین. آمدن زمین، سرگردان بودند، پریشان بودند، شب و روز گریه می کردند، دعا می کردند، تضرع می کردند. چی گفتند؟ قال ربنا. شما در سوره بقره خواندی فتلقى آدم من ربه کلمات.
آدم از ربش کلماتی دریافت. این کلمات چی بودند؟ قرآن خودش کلمات را گفته، نیازی نیست به بعضی از احادیث ضعیف یا موضوع. هم احادیثی را اهل سنت درست کردن اینجا، هم احادیثی را شیعه درست کرده اینجا. اهل سنت میگه که آدم گفت که خدایا به حق محمد، خدای عزوجل گفت که محمد را از کجا میشناسی؟ گفت اون وقت که من پیدا کردی بر عرش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله. اونجا من کلمه محمد را دیدم، فهمیدم که این از بندگان خاص و شایسته تو هست. بعضی میگویند که آدم گفت الهی به حق پنجتن را از کجا دیدی؟ بر عرش نوشته بود پنجتن، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین. اینها روایت هایی هستند که ما چون این عزیزان را دوست داریم درست کردیم خودمون. الله میگه نه، الله میگه آدم و حوا چه خواندند، چه گفتند؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا. الهی به حق فلان نگفتند، گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، بار اله ما بر خود ظلم کردیم، بر خود ستم کردیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگر شما بر ما را مغفرت نکنی و بر ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین، ما از زیانکاران میشیم. الله عزوجل پذیرفت این کلمات خیلی مهم هستند. کلمات به همین خاطر ببین آدم خدا میدونه چه دعا کرد، چی گفت، پذیرفته نشد. فتلقى آدم من ربه کلمات، این کلمات را از رب یاد گرفت، دریافت کرد. گویی خود خدای عزوجل میخواست ببخشه، به آدم راهنمایی کرد این کلمات را بگو، این کلمات را گفت. به این خاطر بهترین دعاها برای اجابت دعاهای قرآنی هستند، چون این کلمات الله میگه اینطور بگو. الله عزوجل به ما تعلیم داده ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا و دعاهای دیگر. بس در رأس دعاها دیگه دعاهای معصوری هست، منقول از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. خب رسول الله هر چی میگه هم از وحی الهی میگه، ولی بهترین دعا این دعاهایی که در قرآن هستند. این دعاها را هر چی بخوانی انشاءالله به موقع اجابت نزدیکتر میشی. الله اجابت کرد، اما فرمود قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. یک دستور اول داده بود که بری پایین. خب اینجا که دعا پذیرفته شد فتاب علیه، قرآن گفته خدا رجوع کرد، توبهش را پذیرفت. خب دوباره برمیگرده به بهشت میبره اونها را؟ نه دیگه، الان که به زمین آمدی همینجا بمان. قال اهبطوا این دستور دوم است. دستور اول برای فرود آمدن بود، دستور دوم برای همینجا ماندن است. همینجا بمانید، اما اینجا امتحان است، جای امتحان، جای آزمایش. بعضکم لبعض عدو، یکی از آزمایشات، بعضی از شما دشمن هم دیگه میشید. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین جای قرار است، جای زندگی هست، و متاع الی حین، و کالا هست، اسباب معیشت است تا مدتی برای شما ساختمان است، اتاق است، حیوانات است، ماشینالات است، ابزار است، استفاده کنید، بمانید. اما آخر چی میشه؟ قال فیها تحیون، الله می فرماید در همین زمین شما زندگی میکنید، حیات دنیا. و فیها تموتون، و در همین زمین شما میمیرید. و منها تخرجون، و از همین زمین شما باز بیرون کرده میشوید. 3 مرحله را باید بگذرانی. یکی زندگی در زمین،
دیگه به آسمان بر نمیگردی، اونجا کره ما زندگی نمی کنی، همین جایت هست. دوم بعد از این که مردی در داخل همین زمین میری. و سوم دوتا را که قبول داریم، سومی عقیده من ضعیفه. دوتا را که قبول داری، سومی را قبول کن از اون ذاتی که آفریده. و منها تخرجون، از همین زمین بیرون کرده میشوید، اخراج میشید و به درگاه الله حاضر میشید. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل